کاری که تراکتوریا هرگام صاحب توپ میشن اون رو به خوبی انجام میدن. دروژلک روی دروازه، دستان اخباری، موقعیت داخل محوطه جریمه، پنالتی. از این نما هم ببینیم چی میشه این صحنه. نیمه اول تمام است. حسین زاده میزنه و خوبم تشخیص داد اخباری و گل برای تراکتور به وسیله حسین زاده، بهترین مهاجم این روزهای فوتبال ما. شفیدوس یه چرخش خوب، دوباره میبینه آج صفی رو روی پای چپ، یه پاس درست، یه موقعیت عالی و گل برای سپاهان. گل تساوی به ثمر میرسه. انتقال بازی به اون سمت زمین. تراکتوریا حالا دارن پرتدا جلو میکشن، جا برای ضربه زنی هم هست، اثر میگذارن، خطرناکه تو این دقایق. پاسای کوتاه پشت محوطه جریمه، جا برای ضربه زنی، دوباره موقعیت، کماکان توپ رو به خوبی دارن، رد و بدل میکنن، یه فرصت و گل برای تراکتور. خیلی تراکتور گلزنی تو دقایق پایانی رو بلده.